بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. این حلقه 13 ما و شماست که در این حلقه ان شاء الله صفت دیگری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را به شما بیان خواهیم کرد. ابن القیم جوزی در زاد المعاد مسئله که گذاشتند بعد از مراتب وحی، این فصل فی ختانه صلی الله علیه و سلم، فصل در ختنه شدن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می باشد. اصلا ختنه چیست؟ کلمه ختنه چی معنی دارد؟ در شرعی، در اون مفهومی که شرعا فهمیده می شود، این است که پاک کردن عضو مردی مرد از پوست و چیز زیادی که در سر عضو مردی انسان می باشد و اینچنین از زن، از عضو زن کمی گرفتن عضو که ان شاء الله ما به شما این را در جای خودش بیان خواهیم کرد. اما در ختنه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم علما به سه قول اختلاف میکنند که قول اول این است که میگویند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مختون و مسرور تولد شد. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که تولد شد ختنه کرده شده بود. خیلی که در این مسئله ابوالفرج ابن الجوزی در کتاب موضوعات حدیث را ذکر کردند، لیکن حدیثی که در این باب ذکر شده است که گویا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ختنه کرده شده تولد شدن، حدیث ضعیف است. و در این مسئله خیلی که ابن القیم جوزی و علما میگند حدیثی ثابت وجود ندارد و ختنه کرده شده تولد شدن این یک خاصیت خاصی رسول الله نیست، چرا که بسیاری از مردم مختون تولد شده اند، ختنه کرده شده تولد شده اند. خیلی که در قصه های تاریخی وجود دارد و ابن القیم جوزی هم در اینجا چندین انسان ها را ذکر می کنند که مختون تولد شده اند. پس اگر فرزندی کسی تولد بشود که ختنه کرده شده باشد، این هیچ حالتی بدیه ندارد. یکی از علما میگویند که همسایه اشان وقتی که زنش فرزند تولد میکند، فرزند پسر ختنه کرده شده تولد میشود، که وقتی که این حادثه را پدرش میبیند خیلی هم غمگین میشد. این عالم میگویند اذا كان الله قد كفاك المؤنه فما غمك بهذا، میگن که اگر الله تو را از این مشکلی برطرف کرده باشد چرا تو در این مسئله غم میخوری؟ یعنی وقتی که کودک ختنه کرده شده تولد میشود هیچ حالتی بدیه ندارد و این جایز است که در بسیار کودکان تولد شده این حالت را دیده می شود. و سخن دوم در این مسئله، قول دوم این است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را در سن کودکیشان ملائکه ها ختنه کرده اند. وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در نزد حلیمه بودند، حلیمه نگاهی بینشان میکرد در سن کودکیشان. وقتی که ملائکه ها می آیند و قلبشان را بیرون می برارند، از شیطان پاکش می کنند، در اون حالت می گویند این چونین
رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را ملائکه ها ختنه کردند که این قول دوم است. و قول سوم این است که میگویند بابایشان عبدالمطلب پیامبر صلی الله علیه و سلم را در 7 روزگیشان ختنه کرده اند و نامشان را محمد گذاشته اند صلی الله علیه و سلم صلوات الله ربی و سلامه علیه. که در این مسئله ابو عمر محمد ابن عبدالبر صاحب کتاب التمهید یا که استذکار ذکر میکنند یک حدیثی را که از ابن عباس روایت شده است که گویا عبدالمطلب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را ختنه کرده و در روزی 7 بود که این حدیث را علما ضعیف میدانند. حدیث و این خبر ضعیف است، لیکن عموما از این 3 قولی که در نسبت در مسئله ختنه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان کردیم، قول سوم که بابایشان در روز 7 ختنه کرده اند صحیح تر است، خیلی که ابن القیم جوزی این مسئله را صحیح میدانند. چرا که ختنه کردن اولا دلیل این است که ختنه کردن یک عادت عرب بود. پیش از اسلام هم عرب و قریش کودکان خود را خواه پسر باشد خواه دختر ختنه می کردند که این عادت عرب بود. پس به این دلیل مثلا از سنت احتیاج ندارد که ذکر بکنیم و عموم این است که اصل ختنه کردن در عرب وجود داشت. پس بابایشان وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تولد میشوند از عادت عرب این بود که ختنه بکنند، ختنه میکنند که این ختنه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. اما آیا به امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ختنه وجود دارد یا نه؟ البته ختنه کردن به امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وجود دارد، چخیره که حدیث صحیح متفق علیه به این دلالت میکند که از ابی هریره رضی الله عنه روایت شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید الفطره 5 او 5 من الفطره الختان والاستحداد ونطف الابط وتقلیم الاظفار وقص الشارب. پیامبر میگن که 5 چیز از فطرت است، از پاکی وجدان انسان است. یکمین این چیزی که از فطرت است این ختنه کردن مرد و ختنه کردن زن را، این عموم حدیث عام آمده است، هم دلالت به ختنه کردن مرد و هم دلالت به ختنه کردن زن میکند که انشاءالله این مسئله را به تفصیل بیان خواهیم کرد. یکمین از چیزهایی که فطرت است این ختنه کردن، دومیش بوی خوش کردن، سومیش پاک کردن موی زیر بغل و چهارمیش گرفتن ناخنها، پنجمیش کوتاه کردن موی لب که حدیث صحیح متفق علیه است. در شرح این حدیث امام نووی رحمت الله علیه میگویند تفسیر الفطره هنا بالسنه هو الصواب، یعنی فطره معناش در اینجا تفسیر این فطرت این است که سنت، یعنی 5 چیز از سنت است. سنت این متابعت کردن به پیامبر صلی الله علیه و سلم است و این چنین دلیل دیگر است که برای ختنه کردن این امر الله رب العزت و الجلال بر رسول الله است که در سوره نحل آیت 123 است که الله میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا وما کان من المشرکین. بعد ای پیامبر صلی الله علیه و سلم ما به تو وحی کردیم تا که متابعت از و پیروی از ملت ابراهیم بکنی که ابراهیم مائل به حق بود، در حق بود و از جمله مشرکان نبود. الله امر کرد که پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی از ملت ابراهیم بکند و ابراهیم علیه السلام در سن 80 سالگیشان در مکانی که قدوم میگفتند ختنه کرده اند. چخیلی که این حدیث در معناش در متفق علیه روایت شده است و حدیث در صحیح بخاری روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند
و قد اختتن ابراهیم علیه السلام و هو ابن 80 سنه. به تحقیق ابراهیم خودشان را ختنه می کنند در حالتی که 80 ساله بودند، که این حدیث از ابی هریره رضی الله عنه در متفق علیه و در بخاری، امام بخاری رحمت الله علیه ذکر شده است. پس این دلالت می کند که ختنه کردن مشروع هست در اسلام، یک عملی مطلوب هست، جایز است. و اما حکم ختنه کردن چیست؟ علما همه اتفاق میکنند که ختنه کردن یک امر خوب است، جایز است، مشروع هست. اما در حکم ختنه که آیا واجب است یا سنت است یا مباح است یا مستحب است، با همدیگر اختلاف میکنند. به دو قول اختلاف میکنند. قول اول این است که میگویند ختنه کردن این واجب است، که اکثر علمای اهل سنت و الجماعت به این رفتند، با مانند شعبی، ربیعة الرأی، اوزاعی و اینچنین از صحابه و اینچنین از تابعین و اینچنین از مذاهب چارگانه، مالک، شافعی، احمد، که جمهوری مذاهب می باشد، ختنه کردن را در حق مرد واجب گفتند، که مسئله زن را به شما علاهده بیان خواهیم کرد. و مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه و مذهب بعضی از قولها از مذهب مالک و مذهب ابو حنیفه و شاگردشون ابو الحسن الشیبانی این را سنت مؤکده گفتند. سنت مؤکده این است که کردنش از ضرورت هاست، یعنی بین این اقوال اینقدر اختلاف سخت وجود ندارد. چخیلی که این مسئله در مصدر مذهب حنفی ذکر شده است، که در شرح المختار الموصلی ذکر میکنند که ختنه کردن این یک سنت مؤکده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و از فطرت است. پس اگر یک قوم، یک مقیمان شهر این سنت را ترک کنند، به امام واجب است که این قوم را اجباراً به این عمل دعوت بکند و در این حالت تعذیرشان بکند، ادبشان بدهد تا که این سنت را ترک نکنند. این دلالت میکند که مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه هم این امر را همچون یک امر واجبیت، همچون یک امر ضرورت میدانستند و از لوازمات میدانستند. دلیل واجبیت بودنش و دلیل مشروع بودنش را ما به شما ذکر کردیم. و اینچنین شیخ الاسلام عثیمین رحمت الله علیه هم ذکر میکنند که ختنه کردن در حق مردان این واجب است و در حق زنان این سنت است. و وجه تفریق، یعنی وجه تفریق کردن بین زن این است که مردان به خاطر این ختنه میکنند که از نجاست پاک شوند و اینچنین این یک مصلحه بزرگ برای مردان است و از شرط پاکیست و از شرط شروط نماز است. یعنی پاکی این شرط نماز است. تا آن وقتی که شما ختنه نکنید پاکی را پیدا کرده نمیتوانید. پس این واجب است که مرد ختنه بکند تا که طهارت را به وجود بیاورد و تا که شروط نماز را پیدا بکند. وقتی که مرد ختنه نمی کند، در این پوست اضافی در عضو مرد از نجاست باقی میماند، در درون پوست از نجاست، از بول، از پیشاب باقی میماند. و هر وقت که مرد می جنبد، یک حرکتی می کند، از این عضو مرد آب بیرون می شود که این همیشه و همیشه دلالت به نجاست بودن مرد و بی‌طهارت بودن مرد میکند. به خاطر همین به مرد واجب است که مرد باید ختنه بکند. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مسلمان شدگان را امر به ختنه میکردند. هر کسی که مسلمان میشد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این نوع مسلمان شدگان را امر به ختنه میکردند، چخیلی که به این احادیث صحیح دلالت میکند. و از این گرفته می شود که هر کسانی که
مسلمان میشوند کافر بودند و نو مسلمان شدند، گرچنده که سنشان بزرگ است 30 ساله و 40 ساله و 50 ساله و 60 ساله، اگر به نفسشان از وفات کردن و از یک کسلی سخت نترسند به خاطر ختنه کردن، به اونها واجب است که باید ختنه بکنند. دلیلش این ختنه حضرت ابراهیم علیه السلام است که در سن 80 سالگی ختنه کردند. پس هر کسی که مسلمان می شود، مسلمان نو می شود، ختنه نکرده باشد به اون واجب است که ختنه بکند. خصوصا نصارا، چرا که در دین نصارا ختنه وجود ندارد، حالا در اصلش وجود داشت اما اونها تحریف میکنند. حالا تمام خریستیان و نصارا به ختنه میگردند. وقتی که یک خریستیان مسلمان شد به اون واجب است که باید ختنه بکند، سن سالش به اعتبار گرفته نمی شود. و اما برای زن این سنت است، چرا که زن به عمل کردن ختنه خود را از نجاست دور نمی کند، بلکه این شهوت زن را پایان می برد. شهوت زن را به یک حالت عادی می برد. اگر بلند باشد پستر می کند و در یک حالت عادی نگه می دارد که این یک کاملی و پوره شدنی زن است. و در اینجا به ما بیان شد که حکم ختنه کردن در مرد این واجب است که همه باید فرزندان خود را ختنه بکنند و سنتش در روز هفتم است که مرد فرزندش را در روز هفتم یا در روز 14 یا در روز 21 در این روزها ختنه بکند، در حالتی که به فرزندش از کسلی یا از ضعف از چیزی دیگر نمی ترسد. اگر در این روزها از فرزندش ضعف و کسلی ترسد، در روزهای دیگر ختنه می کند، در حالتهای قوی شدنی فرزندش. و بیان شد که به مرد واجب است و به نو مسلمان شدگان هم واجب است، در کدام سن و سال نباشند وقتی که مسلمان می شوند واجب است که ختنه بکنند. خیلی که دلیلش از حدیث صحیحی که متفق علیه است، حدیث ختنه کردن ابراهیم علیه السلام در سن 80 سالگی دلالت میکند. و حکم ختنه کردن مرد اینچنین علما دلیل های زیاد آوردند، دلیل عقلی نقلی. یکی از این دلیل های عقلش این است که ختنه کردن این جدا کردن بین مسلم، فرق کردن بین مسلمین و بین نصارا می باشد، تا که حتی در بعض معرکه ها، جنگ ها، مسلمان ها کشته شدگان اهل مسلمان را از ختنهشان می فهمیدند. اگر ختنه کرده شده باشد این مسلمان است، اگر ختنه کرده شده نباشد این نصارا هست. مردگانشان را از ختنهشان جدا می کردند. پس این فرق بین مسلمان و کافر است. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از تشبیه کردن به کفر من کرده. من تشبه بقوم فهو منهم. هر کسی که خودش را به قوم مانند می کند از جمله همان قوم هاست. این دلالت می کند که به حق مرد واجب است، چرا که تشبیه کردن به نصارا و کافران حرام است. و بعد از این حکم ختنه زنها را بیان خواهیم کرد که حکم ختنه کردن زن چیست. علما همه اتفاق میکنند که به زن هم ختنه کردن جایز است و مشروع است، خیلی که احادیث های صحیح دلالت میکند. حدیث صحیح که ابو داود روایت میکنند که امام البانی صحیحش کرده اند، از حدیث از ام عطیه هست که میگویند ان امرأة كانت تختن بالمدینه، یک زن در مدینه ختنه میکرد، یعنی کودکان مسلمانی زن را ختنه میکرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم به این زن گفتند که لا تنهکی فان ذلك احضى واحب الى البعل. لا تنهکی، ای ختنه کننده، در حالت ختنه کردن دخترها را زیاده ختنه نکن.
لا تنهکی معنیش یعنی خیلی هم زیاد سخت ختنه نکن. در ختنه کردنت احتیاط شو، چرا که وقتی که زیاد ختنه کرده می شود در نسبت زن، شهوت زن را نابود می کند. برای همین است که در مسئله ختنه کردن زن باید خیلی هم تجربه داران، طبیب های تجربه دار در این مسئله دست زنند. و اگر شما این چنین طبیب های تجربه دار را وقتی که نمیشناسید و نمیدونید، به شما ضرورت نیست که دختران خود را ختنه بکنانید. و این عام به تمام مسلمان است، یعنی عام به تمام زنهای مسلمان است. ختنه کردن جایز است، مشروع است به تمام زنهای مسلمان. و اکثر قول علما این دلالت به سنت بودن ختنه کردن زن می کند. یعنی ختنه کردن زن این سنت است که بعضی از علمای شافعی و علمای مذهب حنابله گفتند که واجب است، لیکن قول صحیح و قول درست در حق زن سنت است و در حق مرد واجب است. به خاطر همین اگر شما خواهید که دختر نوتولد شده خود را ختنه بکنید، جایز است در حالتی که شما یک کسی خیلی هم تجربه دار را در این مسئله شناسید و دانید و به نزد اون ببرید. و در غیر این حالت بهترش به این کار دست نزنید. و به ختنه کردن زنان حدیث های زیاد دلالت میکند. خیلی که حدیث ام عطیه را گفتیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم از ختنه کردن من نمیکنند، بلکه حالت ختنه کردن را بیان میکنند. و بعضی از حدیث ها وارد شده است که الختانه سنت للرجل و مکرمه للمرأه، یعنی ختنه کردن سنت در حق مرد است و مکرمه در حق زن است. این حدیث را بیهقی در شعب الایمان ذکر میکنند. حدیث ضعیف است. این حدیث ضعیف است و از حدیث ضعیف حجت گرفته نمی شود. پس حکم ختنه به مرد واجب و به زن سنت است. و فایده های ختنه کردن خیلی هم فایده های زیاد دارد. خصوصا به مرد از نجاست دور شدن، از میکروب ها دور شدن و از خیلی هم مرضی و کسلی هایی که از این نجاست و باقی ماندن بول پیدا می شود، از این همه به سبب ختنه کردن دور می شود. و از همه بهترش این است که این پیروی از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. و اما از بعض طبیب هایی که میگویند که ختنه کردن خوب نیست، به مانند طبیب های خریستیان، این به هیچگاه قبول نیست و ما قبول نمیکنیم و این مخالفی قول پیامبر صلی الله علیه و سلم است. آن پیامبری که هیچگاه از خودشان و از هوای هوسشان سخن نمیکردند و هر یک سخنی که میکردند و از هر یک امری که میکردند این امر از جانب الله بود. پس ختنه کردن فوایدی زیاد دارد، هم به مرد و هم به زن. و یکی از مسائل ضرورت شرعی برای امت پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد. و علما ختنه کردن را شعار اسلام، یک علامت اسلام نامیده اند. پس مختصرا میگوییم برای مردان واجب است و برای زنان سنت است. یعنی کسی که خواست در حالت شرایط بودن این عمل را از زنان انجام میدهد. و با همین این حلقه را به پایان میرسانیم و در حلقه‌های دیگر ان شاء الله باقی مانده از سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم را بیان خواهیم کرد. سبحانك اللهم بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.